آغاز صبح نو برای شما بینندگان گرامی بابرار بود و هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. شعله گلخوجه هستم که از دفتر مرکزی رادیو آزادی با شما صحبت دارم. امروز 22 ینوار و ساعت در پراگ 7 صبح است. در چند دقیقه دیگر خبرها رو برای شما عزیزان میگویم. انتظار می رود که امروز در بیشکک نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان مسئله مرزی رو بررسی کنند. در این باره روز گذشته جنیش رزوقов معاون نخست وزیر قرقیزستان در جلسه پارلمانی این کشور خبر داد. رزوقов روز سه‌شنبه در جلسه پارلمانی قرقیزستان گفت میان هر دو جانب در مسئله عوض کردن دو قطعه مرزی سوزی شده است. با این همه جزئیات پوره گفت و شنود اخیر مرزی میان هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان معلوم نیست، چون جانب‌ها بر اساس یک توافق در مورد اجرای کارها در تقسیم و علامتگذاری مرزی پیشکی به وسایل اخبار عامه یعنی به روزنامه‌نگاران اطلاع نمیدهند. مقامات در جنوب تاجیکستان بازداشت روحانی مشهور در شهر بختر قربان علی محمد جونов سابق امام خطیب یک مسجد 5 وقته را تصدیق کرده گفتند که او در بازداشتگاه است. این روحانی سرشناسی در بختر از میان چند عضو بازداشت شده در تاجیکستان می باشد که اخیراً مقامات بر اساس گزارش آنها را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت کرده است. مقامات از گفتن تفصیلات بیشتر خودداری می ورزند، ولی بر رادیو آزادی گفتند که چند شاگرد این دوملو نیز بازداشت شده است. دوملو قربان علی محمد جونف 44 ساله 5 فرزند دارد و در این اواخر به قصابی مشغول بوده است. مظفر اشوریان وزیر نوی عدلیه تاجیکستان تعیین گردید. در این باره فرمان رئیس جمهور امام رحمان روز 21 ینوار صادر شد. مظفر اشوریان وزیر نوی عدلیه تاجیکستان تا آمدن به این مقام معاون یکم رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت بود. بر اساس یک فرمان دیگر رستم شاه مراد از مقام وزیر عدلیه برکنار گردید. اخیری از جانب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به وکیلی مجلس نمایندگان پیشبری شده است. رستم شاه مراد دقیقاً 8 سال پیش وزیر عدلیه تاجیکستان تعیین شده بود. در دوران رهبری او قانون درباره اتحادیه‌های دینی قبول گردید. همچنین وکیلان دفاع میگویند که در سالهای اخیر فعالیت ادوکات‌ها زیر نظارت این وزارتخانه رفت. بر علاوه با فرمان امام رحمان تقاضی‌زاده سومنگل سعید نیز با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آزاد گردیده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بعد از مراجعت‌های به تکرار به 4 خبرنگار و کارمند فنی رادیو آزادی برای نیم سال اکریدیتاسیون یا پروانه کار داد. این در حالی است که بر اساس مقررات در تاجیکستان اکریدیتاسیون به خبرنگاران دائمی برای 1 سال داده می شود. مقامات وزارت دیروز گفتند به رادیو صوفی، آرزوی کریم، عبدالغنی باروت و صلاح الدین میرزویف تا 21 ایون امسال حق کار کردن را دارند. حالا 7 کارمند دیگری رادیو آزادی در دوشنبه و مناطق دیگر کشور از حق کار محروم می باشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 26 ایون سال گذشته پروانه کاری برای رادیو صوفی را که مهلت انجام شدنش تا ماه اپریل سال 2020 بود بازخواند کرد. رهبریت رادیو آزادی از مقامات تاجیکستان خواسته است که به همه کارمندان رادیو آزادی اکریدیتاسیون داده شود تا آنها بتوانند وظیفه‌های خود را انجام بدهند. رادیو آزادی یکی از چند رسانه انگشت‌شماری در تاجیکستان است که اخبار درست و بی‌طرفانه را نشر می‌کند و بیننده و خواننده زیادی دارد. وبسایت رادیو آزادی از وبسایت‌های اساسی خبری و پرخواننده در تاجیکستان است. کانال رادیو آزادی در یوتیوب یعنی آزادی ویدیو با تقریباً 900,000 پیرو محبوب‌ترین کانال در کشور به حساب می رود. کمیسیون انتخابات و رایدهی تاجیکستان به نصب دوربین در نقطه‌های رایدهی و عکس و نواربرداری این نقطه‌ها در تلفن‌های موبیل مایل نیست. در حال حاضر این مسئله در بررسی کمیر قرار دارد، اما نماینده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی میگویند مسئله نصب دوربین و هم استفاده تلفن‌ها در مکان‌های آوازدهی میتواند به کار انتخابات و جریان آوازدهی خلل وارد کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران برای تامین شفافیت و پیشگیری از قانون‌شکنی‌ها در معرکه انتخابات نصب دوربین را برعکس مهم می‌خوانند. ناظران بین‌المللی در انتخابات قبلی تاجیکستان از حالت‌های به جای چند نفر رای دادن یک کس و یا به یک نفر دادن چند ورقه انتخاباتی یادرس شده انتقاد کرده بود. در تاجیکستان برای انتخابات روز 1 مارس 3410 نقطه رایدهی تشکیل شده است
قرار است روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند، اما احتمال می رود نوار و عکسبرداری در نقطه های رایدهی بجز از خبرنگاران که برای شرکت در این جریان ثبت نام می شوند به دیگر ساکنان اجازه داده نشود. بنا به گزارش یک نشریه شویتزاریا، دو شهروند روسیه که مقامات انتظامی 5 ماه پیش در شهر داووس تفتیش کردند جاسوس بودند. نشریه تاگس آنزیگر روز 21 ینور نوشت که هر دو شناسنامه‌های دیپلماتی داشتند و می‌خواستند در داووس عملیات جاسوسی را به راه اندازند. در این شهر حالا یکی از فروم‌های بزرگ اقتصادی جهان ادامه دارد و در آن رهبران کشورها هم شرکت می‌کنند. با نوشته نشریه وقتی پلیس شهروندان روسیه را تفتیش کرده است، یکی از آنها گفته است که تعمیرگر می باشد. هر دو شهروند روسیه شناسنامه دیپلماتی داشتند ولی در شویتزاریا همچون دیپلمات ثبت نشده بودند. سفارت روسیه در شهر برن گفته است نشریه تاگس آنزیگر با هدف شهرت یابی تلاش کرده است که از هیچ چیز ماجرایی بسازد. با ادامه محاکمه پرونده اعلان نوباوری به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرف‌های مخالف در سنات درباره وقت محاکمه و دعوت شاهدان جنجال و دعوا کردند. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنات روز 21 ینور هنگام افتتاح جلسه گفت که محاکمه عادلانه صورت میگیرد و وکیلان برای قبول اعلان نوباوری به ترامپ و یا رد کردن آن امکانی برابر خواهند داشت. میچ مکانل اعلان نوباوری مجلس نمایندگان زیر رهبری حزب دموکرات را ناعادلانه و یک طرفه نامید و گفت در نهایت طرف رئیس جمهور نیز میتواند دلیل‌های بیگناه بودن رئیس جمهور را پیشنهاد نماید. اما رهبران دموکرات ها در سنات که در دست حزب جمهوری خواه است گفتند مقررات محاکمه که میچ مکانل تعیین کرد ناقص بوده و هدف آن محافظت ترامپ و پنهان کردن خطاکاری‌های اوست. وکیلان دموکرات میگویند رئیس جمهور ترامپ ماه ایول از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواسته است که فعالیت‌های رقیب احتمالی او در انتخابات آینده جو بایدن را تفتیش کند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و بینندگان عزیز یادآور میشم که در پایان صحبت من برای شما از قربی اسعار خارجی برای امروز خواهم گفت، از جمله درباره روبل روسی که نسبت یک روز پیش اندک پایین‌تر رفته است. وزارت صنعت تاجیکستان گزارش داد که در تاجیکستان سال گذشته بیش از 8 تن طلا استحصال شده است. تولید طلا در قیاس با سال 2018 زیاده از 26% بیشتر شده است. در گزارش وزارت که روز 20 ینور نشر شد تنها فایز افزایش تولید طلا آورده می شود. وزارت صنعت چند سال باز از گفتن حجم طلای تولید شده خودداری می ورزد، اما با نظر داشت فایز افزایش و قیاس با سال قبلی می توان گفت که در تاجیکستان سال 2019 حدود 8 تن و 100 کیلوگرم طلا استخراج شده است. در تاجیکستان در مجموع بیش از 10 شرکت به تولید متال های قیمت بها مشغولند که بزرگترینشان زرافشان، اپریلفکا طلای توجی، کارخانه ظرفشویی اودینه و شرکت پاکرود می باشند. استحصال طلا در تاجیکستان در حال گسترش می یابد که اکثریت کانهای طلا در اختیار شرکت های چینی گذاشته شده است. بنا به اطلاع سریداره گیولوژی تاجیک حجم ذخیره کشف شده طلا در کانهای تاجیکستان نزدیک 500 تن را تشکیل می‌دهد. و دسته استقلالی دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آیفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 بر تیم میزبان لوکوموتیو توشکند با حساب 1-0 پیروز شد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان 21 ینور در ورزشگاه لوکوموتیو توشکند دایر گردید. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یا سرتیم استقلال علیشیر جلیلوف به ثمر رساند. به این ترتیب استقلال با رهبری سرمربی موبین ارگاشوف در پلی آف لیگ قهرمانان آفریقا 2020 روز 28 ینور در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه را پیدا کردن تلاش می‌ورزد. اگر استقلال به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آفریقا 2020 را پیدا کند، آنگاه جایزه دار برنجی قهرمان تاجیکستان ریگارد تدز ترسونزاده در مرحله گروهی جام آفریقا 2020 اشتراک خواهد ورزید.
و طوری هم گفتم اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور میشویم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است یک دلار 9 سومونی و 69 درم است، یک یورو 10 سومونی و 76 درم ارزش دارد و 1000 روبل روسی برابر است به 156 سومونی و 50 درم، یعنی نسبت به روزهای قبلی 50 درم پایین رفته است. تشکر میگم که در این چند دقیقه یعنی 10 دقیقه ما رو تماشا کردید و بازم در جریان روز ما حتما در خدمت شما عزیزان قرار که خواهیم گرفت با خبرهای بیشتر از این، با گزارش‌های جالب از تاجیکستان و جهان و امیدواریم که چون همیشه ما رو پیگیری خواهید کرد و اگر تا اون وقت خبر و ویدیو و عکسی دارید لطفاً در اختیار رادیو آزادی بگذارید. با امید همکاری بیشتر روزتان با قرار باشد.